جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. اگر میخوای موفق بشید همیشه دست پر باشه، در حال رشد و توسعه و به رضای خدا برسید، با صاحب دین ازدواج کن. انگیزه اولت دینداری طرف باشد، خوبی طرف باشد، طهارت و پاکدامنی طرف باشد، صداقت و امانت و راستگویی طرف باشد. کاری نکنن پدرها که روز قیامت فرزندانشون در دشت محشر یقه‌شون رو بگیرن، بگن بابا چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکردید؟ من از تو گله‌مندم به درگاه خدا. ای خدا از پدرم بپرس روزی که میخواست بره خواستگاری مادرم به عنوان مادر برای من و همسر برای خودش انتخاب بکنه، چرا تو رو در نظر نگرفت؟ رضای تو رو و تدین مادرم رو در نظر نگرفت. من امروز از پدرم گله دارم. مادری برای من انتخاب کرده که فاقد برنامه های توست. برنامه های تو زندگی اون نیست، دنبال رضای تو نیست، مشتاق به برنامه های تو نیست. یکی از برکات ازدواج رضای خداست. باید در ازدواج رضای خدا رو در نظر بگیرید. دومین برکتش عفت و پاکدامنی است. اگر توجه بکنید در پاکی چقدر رشد است، همونطوری که در ناپاکی چقدر زیان و ضرر و عقبگرد است و نقصان است. نباید تن به ناپاکی بدهیم. پس دومین سرمایه ازدواج باید جوانای ما را به عفت برساند. این نکته ظریفی. خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو اجبار میکنن که حتما با دختر خاله، با دختر عمه، با دختر دایی از طایفه بیرون نره. اشکال نداره اگر طایفه مؤمن هست، دختر مؤمن هست، پسر تو هم علاقه به دختر خاله مؤمنش دارد به عنوان همسر، اشکال ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر شما داره ازدواج میکنه، وگرنه شیر تو برش حرام میکنید، فلان و دیگه با من حرف نزن، من با تو کاری ندارم. شاید دختر مؤمن خوبی غیر از قوم و خویش انتخاب کرده که اونم مؤمنه. اینجا بچه تو اجبار نکن که با قوم و خویش ازدواج بکنه، چون به عفت نمیرسه، چون دلش اون دختر رو نمیخواد. دلش مؤمن میخواد اما دختری دورتر غیر از قوم و خویش. کاری نکنیم که به خاطر اکراه و اجبار ما جوانای ما انتخابی بکنن که مادرشون انتخاب کرده قوم و خویش و بعد رغبت آنچنانی به عنوان همسری که بتونه اونو ارضا بکنه نداشته باشه. در نتیجه ازدواج میکنن اما به عفت شاید نرسن و در آینده دچار مشکل بشون. اما اگر واقعا قوم و خویش مؤمنه، خود پسرم دنبال ایمانشه و واقعا قلباً هم دوستش داره، چه اشکالی داره؟